بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله 6 کلمه اسلام کلمه سوم عبارت است از کلمه تمجید. لفظ تمجید از ریشه مجد گرفته شده که مجد خودش به معنای عظمت و بزرگی خداوند میگه. کلمه سوم عبارت است از کلمه تمجید که عزت و جلالت خداوند جل جلاله را نشان میدهد. کلمه سوم می باشد بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کمی روانتر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وقتی که یک مسلمان این کلمه سوم میخوانه، این چند جمله عربی را میگه، هدفش از این چند کلمه چیست؟ از این چند جمله چیست هدفش؟ سبحان الله والحمد لله یعنی پاک و بی نقص و بی عیب از خداوند، والحمد لله و تمام صفات و ثنا برای خداوند متعال است. ولا اله الا الله والله اکبر و نیست هیچ الله جز خداوند یگانه و خداوند بزرگتر از همه چیز است. ولا حول ولا قوة و هیچ زور و قوتی نیست الا بالله العلی العظیم جز از خداوندی که علی و عظیم است، یعنی بزرگ و بالا است. تشکر. team.online ستاسو د خوښې زده کړې ستاسو په خپل کور کې.